شیراز. نام شیراز در کتاب‌ها و سندهای تاریخی با نام‌های مختلفی مثل تیرازیس، شیرازیس و شیراز به ثبت رسیده. نام شیراز تا حدودی در حاله از ابهامه، اما چند تا نظریه عمده وجود داره. نظریه فارسی باستان قوی ترین و پذیرفته ترین نظریه است. اون رو به دوران هخامنشی مرتبط میکنن. بر این پایه عزیزانم، شیراز از ترکیب دو واژه شیر به معنی مرکز، انبار یا مخزن، نه حیوان شیرها، نه حیوان شیر، و راز به معنی مخفیگاه تشکیل شده. بنابراین تخت راز یا انبار مرکزی معنی میده. این اسم میتونه اشاره به این داشته باشه که شیراز در مرکز ایالت پارس قرار داشته و انبار قلعه یا مرکز و مخفیگاه اداری مهم بوده. نظریه بعدی نظریه ساسانی است. برخی اون رو منسوب به شیران، پسر سومین شاه ساسانی، شیران، اورمزد اردشیر به نام هرمزد یکم که 273 میلادیه در واقع، یعنی پسر سومین شاه که به نام شیران هست و میگوین این شهر رو اون بنا کرده. جالبه که شیراز به نام اردشیر و خود شیران هم بسیار نزدیکه. خب نظریه بعدی نظریه اساطیری افسانه‌ایه. طبق روایتی سنتی البته، شیراز رو طهمورث از پادشاهان پیشدادی بنا کرده. شاید بپرسید پیشداد یعنی چی؟ پیشداد یعنی پیش از این که اصلا دادگستری در جهان کلید بخوره، طهمورث اون رو پیش از همه انجام داده، یعنی پیش از همه دادگری کرده، پیشدادی. میگوین طهمورث در واقع این شهر رو بنا کرده و با گذشت زمان رو به ویرانی گذاشته. همچنین طبق روایات سنتی دیگری این آمده که در محل شهر شیراز شهری به نام فارس بوده که این فارس گرفته شده از نام شخصیتی به نام فارس یا پارس، پسر ماسور، پسر شم که پسر نوحه. البته افسانه های محلی اون رو به جمشید از پادشاهان اساطیری ایران هم نسبت میدن. داستانش جالبه. میگن که جمشید بیمار میشه. در هنگام بیماری دستور به ساخت شهری در اون ناحیه میده، یعنی همزمان با بیماری دستور داده بوده که در اون ناحیه شهری رو بسازند و در واقع به خاطر همینه میگن تخت جمشید. ببینید، اگرچه میگوییم اساطیری یا افسانه‌ای، ولی واقعیت اینه که چرا باید به اونجا بگوین تخت جمشید؟ بر این پایه به نظر میرسه که یک رد پایی داشته باشه دوستان عزیزم. پس وقتی که دستور به ساخت اون شهر میده، بیمار شده بوده، شرابی رو براش میارن و سیراب میشه و خوب میشه. نام شهر رو شراب میگذاره که به مرور زمان شیراز تغییر نام میده. بعضیا میگویند شیراب، در واقع به اون نوشیدنی شیراب گفته جمشید. به هر روی این نظریه البته اعتبار تاریخی نداره، من نمیخوام اینو تحمیل کنم، اما در کاوش‌های باستانشناسی در تخت جمشید بازم رسیدیم به کلمه تخت جمشید. پس به نظر ارتباطهایی با جمشید داره. به سرپرستی جورج کامرون در سال 1314 خورشیدی کاوش‌هایی رو انجام میده در تخت جمشید که به پیدایش خشت نوشته‌های ایلامی میرسند که روی چند تا از اون خشت‌ها به قلعه‌ای به نام تیرازیس یا شیرازیس اشاره شده. اما نظریه یونانی، برخی محققان غربی هم اون رو مشتق از نام قبیله یونانی به نام سیراسیس میدونن، اما این نظریه ضعیف‌تره. به نظر میاد که میخواهند این سازه تخت جمشید رو به نام یونانی ها بزنن که من هم تردیدی دارم و باید بپذیریم که در مجموع نظریه اول قوی تره. یعنی چه؟ شیراز انبار قلعه یا مرکز و مخفیگاه اداریه. از پشتوانه تاریخی قوی تری این نام برخورداره. به تاریخچه شیراز از دوران باستان میپردازم.
ایلامی. نخستین بار نام شیراز بر روی لوح‌های گلی ایلامی 4000 ساله، یعنی 2000 سال پیش از میلاد برمیگرده که در ژوئن 1970 در وقتی که زمین رو داشتن میکندن برای ساخت کوره آجرپزی. واقعا کسی فکر میکرد برای اینکه میخوان کوره آجرپزی بسازند حالا کند و کاو میکنن، ولی در گوشه جنوب غربی شهر به چیزی میرسن. به چی؟ به لوح‌های نوشته شده در ایلام قدیم که باز میخواهم بگویم عزیزانم، اونجایی که اگر گفتم که تیرازیس هست، در واقع این کاوش ها رخ داده که به نام تیرازیس یا تیراسیس یا سیراسیس یا سیراجیس اشاره داره که بعدها به شیراز تغییر نام میده. آثار ایلامی هم اون رو تایید میکنه. شامل یک سپایه برنزیه که مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد در جنوب شرقی شیراز پیدا شده که این نام روی اون حک شده. به دوره هخامنشی میرسیم. به دوره هخامنشیان میرسیم. اگرچه شهرت شیراز تو این دوره تحت شعاع پای تخت‌های مجاورش مثل پرسپولیس که همون تخت جمشیده و استخر قرار داشته، اما کشف لوح‌های گلی در تخت جمشید که به اواخر دوره هخامنشی حدود 500 پیش از میلاد تعلق داره، نام مکانی به صورت شیراتییز. من پیش از این به صورت تلگرامی و کوتاه به مطالب نامش پرداختم، اما اینجا دارم به دقت و با اسنادی که به صورت دقیق در کتاب تاریخ عباس اقبال آشتیانی و حسن مشیرالدوله هست به اون میپردازم. به نام مکانی میرسن که به صورت شیراتییز یا شیراتییش که همان شیرازیس هست میرسن. این قدیمی ترین اشاره به نام شیرازه که بسیار شبیه اونه. نشون میده که این ناحیه سکونتگاه و دژی محکم بوده. این شهر تو زمان داریوش زیر سایه پارسه بوده و پس از حمله اسکندر مقدونی زیر سایه شهر همسایش استخر میره. استخر که تخت طاووس هم اسم دیگشه، شهری باستانیه در استان فارسه، تقریبا در 5 کیلومتری شمال تخت جمشید در جنوب غربی ایران. به دوره اشکانیان میرسم. اشکانیان از 247 پیش از میلاد تا 224 پس از میلاد نفس کشیده. دوستان جالبه بدونید 472 سال این امپراتوری عظیم و قدرتمند پارتی در ایران تنفس کرده. درود بر اقوام ایرانی. اما شیراز در دوره اشکانیان یک سکونتگاه و منطقه خیلی مهمه در استان فارس. مرکز اصلی و پایتخت استان فارس در این دوره شهر کهن‌تری هم هست که پیش از اون به اون اشاره کردم، به نام استخر، همون تخت طاووس امروزی که نزدیک تخت جمشیده که نامش پرسپولیسه. در اما کاوش‌های باستانی در تپه‌های باستانی منطقه شیراز نشون میده که سکونت در این منطقه به دوران پیش از هخامنشیان برگشته. بنابراین هسته اولیه شیراز پیش از دوره اشکانیان وجود داشته. موقعیت استراتژیک شیراز به دلیل قرار گرفتن در یک دشت حاصلخیز و واقع شدن بر سر راه‌های مهم ارتباطی به عنوان یک منطقه مسکونی و کشاورزی اهمیت داشته. این موقعیت پایه‌ای برای رشد آینده شیراز در دوره ساسانیان شده. رویدادهای مهم مرتبط با منطقه شیراز در دوره اشکانی شنیدنیه. قیام محلی پارس اتفاق میفته در این دوره، در اواخر دوره اشکانیان. البته حاکمان محلی پارس که تحت فرمان اشکانیان بودن شروع به کسب استقلال میکنن. کم کم خودشون رو دارن مجزا میکنن از اشکانیان. داره متولد میشه پارس دوم. یعنی چه؟ پارس اول، دوستان بذارید من این رو باز کنم. آریایی ها وقتی به ایران اومدن به 3 قوم در واقع ماد، پارس، پارت. بعد از مادها پارس ها، یعنی هخامنشیان نخستین قومی بودن که پارس رو بر ایران در واقع
ایجاد کردند. بعد خب سلوکیان اومدن توسط اسکندر، بعد اشکانیان که قوم پارت، اما پارس دوم ساسانیان هم. همین حاکمان شیراز آرام آرام دارن استقلال خودشون رو فراهم میکنن. این امر نهایتا منجر به شورش اردشیر بابکان حاکم استخر علیه اردوان پنجم، آخرین پادشاه بزرگ اشکانیه، و همین باعث میشه که حکومت اشکانیان به پایان برسه. اردشیر بابکان یا پاپکان در نبرد خیلی سهمگینی در دشت هرمزدگان، مکانی که به باور بسیاری از مورخان در نزدیکی شهر شیراز و فیروزآباد امروزیه. چه سالی؟ در سال 224 میلادی اتفاق میفته. اردوان چهارم، البته در تاریخ نگاری کهن اردوان پنجم، خب شکست میخوره و کشته میشه. این رویداد در واقع پایانی بر امپراتوری اشکانیه. من درود به اشکانیان میفرستم و البته به ساسانیانی هم که خواهند آمد پس از اشکانیان، چون هر دوی این اقوام به هر روی نتایج بسیار مثبتی رو برای ایران داشتن. آغاز امپراتوری ساسانیان داره کلید میخوره. در نتیجه میتونیم بگیم که شیراز در دوره اشکانیان شهری در حال رشد بوده، اما هنوز زیر سایه شهری به نام استخر بوده. با این حال نقش کلیدی داشته تو منطقه فارس. در سقوط اشکانیان و برآمدن ساسانیان هم بسیار مؤثر بوده. اهمیت استراتژیک این ناحیه که همان شیرازه در واقع پیش از این تأکید کردم و بر این پایه است که میخوام بگویم این شهر عزیزانم موجب میشه که ساسانیان نفس میکشن. دوره ساسانی از چه دوره است؟ 224 میلادی تا 651 میلاد. در این دوره اهمیت شیراز به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه، چون ساسانیان قوم پارس دوم به گونه‌ای خودشونو مدیون شیرازیان میدونن. بر پایه منابع تاریخی، اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی دستور بازسازی و گسترش این شهر رو هم میده. شیراز به عنوان یک دژ و مرکز نظامی اداری مهمی برای حفاظت از پایتخت حتی مجاور خودش استخر هم در واقع به اون اندازه هم تبدیل میشه. موقعیت استراتژیکی اون بر سر راههای تجاری به رونق اونم کمک میکنه. برخی‌ها باور دارن که تو این دوره بود که شهر به شکل منسجمتری پایه‌گذاری شده. یعنی اگر میخواهیم بگوییم شیراز از چه دوره‌ای استوار و به معنای واقعی شهری مهم هست، باید بگیم از ساسانیان، اگرچه پیشینه پیدایشش که گفتیم پیش از جریان حتی ایلامی هست. اما نام شیراز روی سفالهایی پیدا شده که از ویرانه‌های دوره ساسانی در سده دوم پس از میلاد دیده شده. مهره‌ای مربوط به اواخر ساسانیه و اوایل اسلامه که در محل قصر ابونصر پیدا شده که حاوی نام شیرازه. قصر ابونصر اصلا چیه؟ یا تخت ابونصر یا تخت مادر سلیمان، بقایای بناهایی مثل یک حصار سنگی، دیوارهای آجوری، ساختمان‌های خشتی و آستانه‌های سنگی فرو افتاده است، یعنی فرو ریخته. تقریباً 6 کیلومتری شرق شیرازه، بالای یک تپه است. استان فارس هم عزیزانم استان فارس امروزی نبوده و یعنی استان فارس که از زمان هخامنشیان بهشون میگفتن ساتراپی ها، استان فارس در زمان ساسانیان شامل استان فارس امروزی، یزد، حاشیه خلیج فارس و جزایر اون و بخشی از خوزستان امروزی است. این ایالت انقدر مهم بوده و بزرگ. میرسیم به دوران امویان و عباسیان که دوران بسیار تاریکی است برای شیراز عزیز. چرا؟ چون امویان یعنی همون بنی امیه و عباسیان اصلا اینا ایرانی نبودند. در واقع اندیشه های ضد ایرانی رو بر سرتاسر ایران تحمیل کردند، نفرین بر اونها. ایرانیان وقتی از کسی ناراحت می شدند به اونها می گفتند نه آفرین، یعنی آفرین بر تو نه، و بر کسی که خوشنود می شدند می گفتند آفرین. پس نه آفرین که تبدیل شده و تخفیف یافته به نفرین یا نفرین، یعنی آفرینش شما نادرست بود، چرا به ایران ما حمله ور شدید و در تاخت و تازهاتون شهرها رو یکی پس از دیگری ویران کردید. اما عزیزان فتح شیراز تقریبا در 641 تا
643 میلادی طول میکشه. شیراز مثل دیگر مناطق فارس در زمان خلیفه دوم مسلمانان به نام عمر ابن خطاب توسط مسلمانان فتح میشه. این فتح به صورت یک پیمان انجام میشه و واقعا عزیزان، واقعا نمیخوام به شرحش بپردازم، عزت ایرانی زیر سوال میره. اما رشد تدریجی داشته. در سده‌های اولیه اسلامی شیراز به تدریج بر اهمیتش اضافه میشه. حتما با من همراه باشید. من میخوام به دوره‌های طلایی شیراز بپردازم. با افول شهر استخر به دلیل شورش‌های متعدد و پی در پی و سرکوب‌های خونین توسط بنی امیه، اعرابی که واقعا بر ایران تسلط پیدا کردن و چقدر ظالمانه سرکوب میکردن. با افول این شهر ایران شهر یعنی استخر، شیراز جایگاه اون رو به عنوان مرکز اصلی ایالت فارس به دست میاره. موقعیت جغرافیاییش خب بهتره، آب و هواش مطبوع‌تره. در این انتقال یعنی از استخر به شیراز ما در واقع اتفاقات زیادی رو شاهدیم. محل اولیه این شهر در محل قلعه ابونصری است که پیش از این گفتم. شیراز در دوران بنی امیه به محل فعلی منتقل میشه، یعنی به این محلی که الان نامش در واقع هست. یعنی در واقع اون جریان تخت جمشیدی که میبینیم در حواشی شهر هست، این انتقالم به بهای نابودی شهر استخر در واقع پایتخت قدیمی فارسه و از رونق میفته و شیراز امروزی رونق میگیره. این شهر در دوران آل بویه و زندیه پایتخت ایران میشه و طلایی ترین دوران شیراز کلید میخوره. سلسله های ایرانی واقعا باید بگوییم هیچ کسی جز هموطن و میهن پرست به داد ایران نرسیده و هر کسی قدم نحسشو در ایران گذاشته جز ویرانگری چیزی نداشته. به دوره شکوفایی در حوزه فرهنگ، هنر و سیاسی شیراز رسیدم. با من همراه باشید. آل بویه در 934 تا 1062 میلادی در سده 4 و 5 هجری قمری برابری میکنه با اون. سلسله آل بویه فارس، یعنی ما چند تا آل بویه داریم، آل بویه های فارس شیراز رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب میکنن. اونها از روستای در واقع اطراف استان گیلان در ارتفاعات املش در واقع به وجود اومدن، اتحاد ایجاد کردن، خودشون از نوادگان ساسانیان میدونن. به خاطر همینه که شیراز رو آباد میکنن. شیراز تحت حکومت آل بویه به یکی از بزرگترین پیشرفته ترین شهرهای جهان اسلام تبدیل میشه و دیوارهای مستحکم، کانالهای آبرسانی، قنات، مساجد، کتابخانه ها، بناهای عمومی بسیاری ساخته میشه. عضدالدوله دیلمی مشهورترین حاکم این دوره است، یعنی آل بویه. این خاندان رو در واقع موجب افتخارش میشه که بناهای بسیاری از جمله بیمارستان عضدی که خیلی پیشرفته بوده در شیراز میسازه. آل بویه اصلا دودمان ایرانی هن. اگرچه شیعه مذهب 12 امامی هن ولی با اصلیت دیلمی هن. در دوران پس از اسلامن. با این حال آل بویه سیاست مدارا و پذیرا بودن با سایر مذاهب رو از اهل سنت بگیرید تا زرتشتی ها داشتن. درود بر آل بویه، درود بر کسی که آزادی اندیشه داره. در زمان اونها غیر مسلمانانی مثل زرتشتی ها مجبور نبودن که علامات مشخص کننده‌ای به تنشون داشته باشند یا در محله های خاصی زندگی کنند. ای خدای من، میدونید میخوام چی بگم؟ خدای من به کشور خودمون اومدن و زرتشتیان عزیزمون رو کاری کرده بودن که حتما باید با لباسهای مشخص در محله های مشخص زندگی کنن تا تحقیر بشن. اما آل بویه این کار رو نمی کنه، اگرچه که در واقع نام حکومت‌های اسلامی رو دارن، اما چون اصالت ایرانی و به ساسانیان برمیگردند زرتشتیان رو محترم میشمارن. حتی در زمان آل بویه بازار شهر در هنگام جشن مهرگان یا میتراگان و نوروز نورانی میشده. هنگامی که در سال
369 هجری قمری برابر با 980 میلادی مسلمانان شیراز از اون تندروهاشون، البته اینا بخش عربهاشون بودن، علیه زرتشتیان عزیز اغتشاش میکنن. عضدالدوله لشکری برای تنبیه اغتشاش کنندگان به شیراز میفرسته، به اونها رو سرکوب میکنه و اجازه میده باز شیراز به حالت خودش برگرده. اما میرسیم به دوره اتابکان فارس یا سلغوریان 1148 تا 1287 میلادیه. اتابکان اصلا گروهایی از ترکمانان بودند که از نیمه قرن ششم هجری برابر با 12 میلادی، قرن 12 میلادی، در زمان ضعف دولت سلجوقیان قدرت رو در فارس به دست میگیرن. پس از آل بویه اتابکان فارس از نیمه سده‌ای که عرض کردم یعنی 6 هجری قمری بر شیراز حکومت میکنن و به عمران آبادانی اون ادامه میدن. بناهای متعددی مثل مدرسه، بیمارستان، بازار اتابک رو میسازن. اونا در برابر حمله مغولان ایستادگی میکنن و شیراز رو به پناهگاهی برای علما، هنرمندان، شاعران تبدیل میکنن. حضور سعدی، حافظ، دو بزرگ ادبیات فارسی در همین دوره و دوره پس از اون باعث شد شیراز برای همیشه به خاستگاه عشق و ادب و شور تبدیل بشه. به تدبیر اتابکان در حمله چنگیزخان مغول شیراز از تخریب و قتل عام در امان میمونه. درود بر شما. چرا که حکمرانان سلغوری ابوبکر ابن سعد پرداخت مالیات به مغولان رو انجام میده و رضایت میده. آخرین حکمران اتابک ابش بنت سعد با این نامه که به همسری پسر هولاکو خان مغول در میاد. مهریه اون چیه؟ بخشش خراج و مالیات شیرازه. و سرانجام هم اتابکان فارس که واقعا خدمت هم کرده بودن به شیراز در سال 685 هجری قمری منقرض میشه، یعنی 1287 تقریبا میلادی. شیراز همچنین از یک قتل عام دیگه‌ای هم در امان میمونه، یعنی از تیمور هم در امان میمونه. چرا؟ چون شخصی به نام شاه شجاع مظفری فرماندار فارس تسلیم اون جریان میشه و در واقع اصلا ایلخانان و مغول و تیموریان دوست داشتن که مردم یک جایی ایلی اونها رو بپذیرن تا از تاخت و تاز در امان بمونه و این درایت ها انجام، یعنی تدبیرها رو انجام میدادن تا مردم در امان بمونن، فرهنگ در امان بمونه. توی سده 13 میلادی هم شیراز مرکزی پیشرو در علم و هنر بوده به خاطر تشویق حاکمان و وجود دانشمندان و هنرمند. این شهر توسط یک جغرافیدان قدیمی دارالعلم هم نامیده شده، یعنی واقعا خانه علم و دانش. درود بر شیرازی های عزیزم. میرسیم به آل اینجو یا اینجویان 1335 میلادی تا 1356 میلادی. آل اینجو سلسله ایرانی در دوره مغول ها بودند که در سده 14 میلادی بر فارس و اصفهان حکمرانی کردند. واژه اینجو در زبان مغولی به معنای املاک ویژه است. چرا؟ چون که نخستین فرد نامآور این خانواده شرف الدین محمود شاهه که در ایام اولجایتو که به فارس فرستاده شده بود تا املاک خصوصی اون رو اداره کنن. ببینید پس املاک خصوصی رو اداره کردن اینجو نامیده میشه. سال 757 قمری هم که برابر با 1356 میلادی دولت آل اینجو هم با چیره شدن مظفریان از میان میره. البته آل مظفری و مظفریان هم واقعا خدمت کردند که اونها هم در سال 1314 تا 1393 میلادی هستند. آل مظفر سلسله‌ای از پادشاهان ایرانی که در سده 8 هجری در فاصله میان حمله مغول تا یورش تیمور عمدتاً در جنوب ایران بر یزد و کرمان و فارس و اصفهان و خوزستان فرمان روایی کردند. مرکز حکومت اونها ابتدا میبود بوده، بعد یزد، بعد به شیراز عزیز میان. مظفریان مدتی هم بر سرتاسر ایران
ایران بزرگ و عزیزمون به جز خراسان حکومت کردند. سر سلسله این دودمان شخصی به نام امیر مبارزالدین محمد ابن شرف الدین مظفر هست، مشهور به امیر مبارزالدین محمد میبودیه. اگرچه این دوره با ناآرامی‌های سیاسی هم همراه بود، اما همچنان عصر شکوفایی ادبیات بوده. حافظ عزیزمون هم در عصر مظفریان زندگی می‌کرده. سلام حافظ عزیز، سلام حافظیه شیراز. به دوره تیموریان میرسیم. 1387 تا 1507 میلادی تیمور لنگ شیراز رو فتح میکنه، اما به دلیل علاقه‌ای که به فرهنگ و هنر ایرانی داشته از تخریب کامل اون خودداری میکنه. حتی فرزندش بعدها به هر حال شاهرخ و نوه‌اش ابراهیم معروف بوده به ابراهیم سلطان به بازسازی و حمایت از شیراز میپردازه. به دوره صفویه میرسیم. دوره صفویه 1501 تا 1736 میلادی. شیراز به سال 909 هجری یعنی برابر با 1503 میلادی به دست صفویه میفته. تو این دوره بناهای متعددی در شیراز مثل مدرسه خان، قصری در محل میدان و حصاری به دور شهر ساخته میشه. شهر شیراز در دوره صفویه دو گروه رقیب رو تو خودش جا داده بود. حیدری ها که پیرو شیخ حیدر صفوی بودن و در شرق شهر زندگی می‌کردند و نعمتی ها در غرب شیراز ساکن بودند که پیرو شاه نعمت الله ولی بودند. میگفتن شاه نعمت الله ولی پیشگوی اعظمی بوده. حالا در رابطه با صحت و سقوط اینا نمیخوام صحبت کنم. اما پس از حمله افغان ها به ایران، سقوط صفویه در سال 1722 میلادی اینطوری که گزارش داده شده، سپاه افغان در سال 1723 میلادی روانه شیراز میشه. شیراز پس از 9 ماه محاصره و تحمل قحطی تسلیم میشه. افغان ها پیش از اون در اصفهان خیلی جنایات کردن. گفته میشه که طی این محاصره حدود تقریبا محاصرهایی که داشتن در ایران، مخصوصا در این منطقه، یعنی در منطقه فارس و اینا، 100,000 تن از مردم رو میکشن. به دوره بعدی میرسیم. افشاریان. نادر شاه افشار. نادر شاه میتونه در واقع نقطه قوتی برای ایران باشه. در سال 1729 میلادی شیراز رو از دست افغان‌ها و اصفهان رو و کل ایران رو که در واقع تحت تاثیر ترس و واهمه این حمله قرار گرفته بود نجات بده و خرابی‌هایی رو که ایجاد کرده بودند رو ترمیم میکنه. اما با شورش حکمرانان محلی در دوره افشاریان هم علیه نادرشاه در واقع اتفاقات بدی هم رقم میخوره. این حکمرانان در واقع میتونیم بگیم که به گونه‌ای وابسته به حکومت‌های غیر ایرانی بودن. اینها رو هم در نظر بگیریم که باز هم شهر شیراز محاصره میشه. 4 ماه در این محاصره اندوه‌های فراوانی به شیراز عزیز میرسه. سقوط میکنه شهر. تو این گیرودار و جنگی که ایجاد میشه بسیاری از مردم شیراز هم کشته میشن. بعضی ها میگویند 2 کله مناره در اطراف شهر برپا میشه از سرها و کشته ها و باغهای اطراف شیراز هم نابود میشه. این تاخت و تازها در واقع به نفع شیراز نبوده، گرچه که نادرشاه به شیراز جانی میده، اما اون حکمران ها مانع میشن برای این ادامه استقلال و قدرت شیراز. به دوره زندیه، طلایی ترین دوره شیراز در حوزه معماری ها میرسیم که 1751 میلادی تا 1794 میلادی، یعنی از 1751 تا 1794 میلادی طلایی ترین دوره شیراز. کریم خان زند که خودش از 1750 تا 1779 میلادی است، پس از یک دوره هرج و مرج و آشوب شیراز رو در سال 1180 هجری قمری که همان 1766 میلادی است به پایتخت ایران تبدیل میکنه. عصر طلایی و جدید برای این شهر
به ارمغان میاد. در این شهر رونقی دوباره میاد، روحی دوباره به تن نیم مرده و افسرده شیراز دمیده میشه. مباد شیراز هرگز خاموش بشه، مباد شیراز هرگز افسرده باشه. شیشه ساخت شیراز به تمام ایران در این دوره صادر میشه. کریم خان به عمران و آبادی بی سابقه ای دست میزنه. ارگ کریم خانی رو حتما خیلی ها رفتن و دیدن. به عنوان یک قلعه حکومتی است با چقدر زیباست. مسجد وکیل یکی از زیباترین مساجد ایرانه. حمام وکیل از مشهورترین حمام‌های تاریخی است. بازار وکیل از با شکوه ترین بازارهای ایرانه. همچنین عزیزان، کریم خان دستور میده کانال‌های آبرسانی رو حفر کنن و ساخت بناهای عمومی رو افزایش بدن و شیراز رو به شهری آباد و زیبا تبدیل کنن. چندین هزار مسکن هم برای کارگران، برای اقوام مختلف، مخصوصا برای لورها که در سپاه کریم خان خدمت میکردن اونجا ساخته میشه. به دوره قاجار میرسیم. در دوره قاجاریه که 1796 تا 1925 میلادیه با انتقال پایتخت به تهران، شیراز اهمیت سیاسی خودش از دست میده، اما همچنان به خاطر اون پیشینه فرهنگی مرکز مهم فرهنگ، مذهب، تجارت در جنوب ایران باقی میمونه. بناهای زیادی مثل مسجد نصیرالملک در این دوره ساخته شده. میخوام جمع‌بندی کنم، با من همراه باشید. ساب، لایک، کامنت رو فراموش نکنید. نظرات شما واقعا برای ما امید بخشه. این ویدیو رو به دوستداران شیراز حتما ارسال کنید. نازنینانم، به یک جمع‌بندی میرسم. شیراز از دیرباز به واسطه مرکزیت نسبیش در منطقه زاگرس جنوبی و واقع شدن در یک منطقه به نسبت در حاصلخیز دیگه، در واقع یک محل طبیعی برای مبادلات محلی کالا بین کشاورزانه و یک جانشینانه و حتی عشایر هم در این در شهر عزیزمون شیراز زندگی میکنن. شیراز اصلا شهری است که با پیشینه کهن رد پای اون که پیش از اون گفتم به تمدن هخامنشیان، نخستین امپراتوری بزرگ جهان رو کلید زدن میرسه. اما شکوفایی اصلی اون پس از اسلامه، یعنی آل بویه و زندیه. هم تخریب ها پس از اسلام رخ داد، هم آبادانی که به آل بویه و زندیه عزیز میرسه. این شهر همواره پناهگاه شعر بوده، ادب بوده، عرفان بوده، فرهنگ ایران زمین بوده. نام اون با بزرگان ادبی مثل حافظ و سعدی گره خورده. اصلا شیراز به شهر شعر، شور، باغ چه باغی؟ باغ نارنج، ترنج، گل، بلبل معروفه. شیراز از قدیم به داشتن باغ‌های بسیار و زیبا مشهور بوده. شیراز از دوره باستان باغ‌های انگور فراوانی داشته. شیراز به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری و توریستی ایرانه و با جاذبه‌های تاریخی فراوان اون گردشگران داخلی و خارجی رو به خودش جذب کرده. می‌خواید برخی از اون جاذبه‌ها رو براتون پیشکش کنم عزیزان؟ از جاذبه‌های تاریخی شهر شیراز میتونیم با آتشکده سیمکان یا سیمکان، یادگاری از دوره شاهنشاهی ساسانیه، آرامگاه حافظ، خواجوی کرمانی، سعدی، ارگ کریم خان، باغ جهان نما، باغ ارم، باغ تخت، باغ چهلتن، باغ دلگشا، باغ عفیف آباد، باغ نارنجستان قوام. خدای من هنوز ادامه داره. چقدر شگفت‌انگیزی شیراز. باغ هفتن، خانه صالحی، حمام باغ نشاط. باغ نشاط در واقع عمارت نشاط هم داشته، یعنی یک باغی بوده که هم حمام باغ نشاط رو داشتیم، هم عمارت باغ نشاط رو داریم. عمارت باغ ایلخانی، عمارت دیوانخانه، عمارت کلاه فرنگی باغ نظر، مسجد نصیرالملک، قصر ابونصر، مدرسه آقا بابا خان، مدرسه خان، موزه پارس، موزه هفت‌تنان، نقش برجسته بهرام و بسیاری دیگر. شیراز، شهر پر از راز. درود بر تو، درود بر تو. امید دارم شاد و خرم باشید و اگر به شیراز رفتید ما رو هم یاد کنید در کنار حافظ، سعدی و بزرگان اون شهر. درود بر شیرازی های عزیزم. بدرود.